سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 27 اپریل همراهی شما. مقامات بلندپایه نهادهای مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان به موافقه رسیدند که همکاری برای پاسبانی مرز و مقابله با تهدیدهای معاصر را مستحکم کنند. دفتر مطبوعات حکومت ولایت سوخت روز 27 اپریل گفت نخستین ملاقات فرماندهان ستادهای مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان روز 24 اپریل در شهر خوجند صورت گرفت. برای راه ماندن همکاری‌های نزدیک، حل زود و سریع مشکلات مرزی پیش آمده، مقابله با قاچاق و جلوگیری از عبور غیر قانونی مرز در این نشست بررسی شده است. مناسبات تاجیکستان و ازبکستان سالهای اخیر چندان خوب نبود و بسیاری از گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور بسته است. کارشناسان این مذاکرات در سطح بلند را علامتی از نرمش در روابط دو طرف می‌دانند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند دو کارمند ملیسا را برای مجبوراً تراشیدن ریش دو جوان تنبیه دادند. اکرام عمرزاده معاون وزیر امور داخلی روز 27 اپریل در حاشیه میزگرد درباره همکاری ملیسا با جامعه در شهر دوشنبه گفت این ماموران ملیسا برای خودسری و فرار رفتن از صلاحیت‌های خدمتیشان جزا گرفتند. اولی همین ماه رستم گلوف، یک حامی حقوق و عضو شورای جمعیتی عاید به اصلاحات پلیس در تاجیکستان گفت ماموران ملیسا او را در شهر پنجکین دستگیر کردند و ریشش را مجبوراً تراشیدند. اکرام عمرزاده معاون وزیر امور داخلی ضمن صحبت با خبرنگاران از جمله شادمان یتیم خبرنگار رادیو آزادی گزارشات درباره دستور جهت تراشیدن ریش دراز جوانان را شرح داد. محترم وزیر کارهای داخلی رمضان همراه رحمزاده و فکرم این سیمین جلسه است که مخصوص هیئت راهبری کننده کارمندان مقامات کارهای داخلی را در جلسه تقدیم کرد. بارها تاکید می‌کنند که نسبت مردم خوشمعامله باشند، رفتار کردارهای غیرقانونی بیرون از آداب، بیرون از طلبات‌هایی که فرمان و دستورهای داخلی اداری ما است همیشه باید رعایت کنند و با مردم خوشمعامله باشند. این تنها یگانه ممکن بودنش و نسبت چنین کارمندان با جزاهای سخت انتظامی نسبت کارمندان مقامات نسبت چنین کارمندان مقامات که در باره آنها شکوه عرض شکایت برای چنین مناسبت با تو یگان شکایت بود است. البته دوسیت شکایت بود. ما چهارراه سپارش داده هستیم. سنجش‌های خدمتی می‌گذارند میشه در این چنین میگم که حرکت در این موضوع سه مرتبه محترم وزیر جمع کرده تاکید کردند و او سپارش دادند که و چنین خطابی‌ها را دادند. گفتگو و گزارش مفصل در این باره در وبسایت azadi.org. سازمان خیریه لانه که گفته می شود آزاد رحمان دختر رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از مؤسسان آن است، روز 25 اپریل برای کمک به کودکان گرفتاری بیماری های سرطان کنسرتی خیریه برگزار کرد. در این کنسرت در کاخ وحدت در مرکز دوشنبه آوازخوان‌های شناخته تاجیکستان از جمله دلیر نظرف شرکت داشتند. با گفته رهبران سازمان لانه سال گذشته در مرکز طبابت بیماری های سرطان در تاجیکستان بیشتر از 700 کودک طبابت گرفتند و این سازمان همه ساله برای درمان 100 تا 200 کودک کمک‌های مالی می‌رساند. درآمد کنسرت روز 25 اپریل نیز برای طبابت کودکانی گرفتاری سرطان خرج می شود. سهراب یتیموف خواننده 7 ساله دهه 40 تاری ناحیه بلجوان میگوید هر روز 7 کیلومتر راه را طی می‌کند و به مکتب می‌رود و مثل او ده‌ها همسالانش روز خود را با رفتن و آمدن در این راه بگه می‌کنند. از بس که در روستای آنها مکتب وجود ندارد، کودکان مجبورند صبح بر وقت از خواب بخیزند و برای درس خواندن راه طولانی را طی کنند و بعد دهه همسایه داتمندی بروند. این بچه‌ها لباس و لوازمات درسی خود را در جزبان انداخته راه به سوی مکتب می‌گیرند و در داخل مکتب لباس را عوض می‌کنند و متن‌های درسی می‌خوانند. در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.